ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار. سبب آمدنم دیدن دیدار شماست. نظر معرفت دیده بیدار شماست. تپش جان و تمنای جهان یعنی چی؟ یک نفس لذت زیبایی آثار شماست. بله دوستان عزیز، اینک باز فرصت به هم آمدن ما و شما فرا رسید تا لحظه از تپش جان همدیگر با خبر باشیم و به هم تمنای نیک بکنیم و از زیبایی عمر لذت ببریم. برنامه ساعت دیدار است، منظور دیدن شما. ساعت دیدار نزدیک است. امروز نیز صحبت و سرود و بخش های جالب ما و شما را انتظار است. یعنی مهمان برنامه ما هستند هنرمند محبوب آهنگساز، عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، مدیر بخش فرهنگ ناحیه جبار رسولوف، فتح‌الدین یوسفی. استقبال میگیریم. استقلال ما از راه وحدت آمده، از راه وحدت آمده. ایدانه ده در ملک ما اید آمده. شکرانه گو ملت و توحید آمده. این آبادی ها، این تنتنه، این شادی ها، سرو مبارک بادی ها از راه وحدت آمده، از راه وحدت آمده. ایدانه ده در ملک ما اید آمده. شکرانه گو ملت و توحید آمده. در ملک ما اید آمده. شکرانه گو ملت و توحید آمده. ای تاجیکستان ای وطن، بشکفته ای مثل چمن، بشکفته ای مثل چمن. این دل چو بلبل نغمه زن، از راه
توحید آمده ملت به توحید آمده фатҳиддин юсуфӣ 30 ноябри соли 1968 дар деҳаи зарафшони ноҳияи ҷабборрасулов таваллуд шудааст. соли 1986 мактаби миёнаро хатм намуда ба шӯъбаи мусиқӣ ва суруди донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дохил гардидааст. солҳои 1987-1989 хизмати ҳарбиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи иттиҳоди шӯравӣ адо намудааст. аз соли 1989 таҳсилро идома дода, соли 1993 донишгоҳи зикргардидаро бо муваффақият хатм намудааст. фаъолияти меҳнатии худро фатҳиддин юсуфӣ аз соли 1993 дар мактаби миёнаи рақами 12 ноҳияи ҷаббор расулов ҳамчун омӯзгори фанни мусиқӣ ва суруд оғоз намудааст. аз соли 1998 то соли 2014 вазифаи директори маркази истироҳати наврасони назди раёсати маорифи вилояти Суғдро ба ӯҳда доштааст. солҳои 2008 то 2014 дар ансамбли фолклори этнографии фалаки вилояти Суғд фаъолият бурдааст. аз соли 2014 инҷониб бошад вазифаи мудири бахши фарҳанги ноҳияи ҷаббор расуловро ба ӯҳда дорад. мавсуф бо сурудҳои ватандӯстонааш ки васфи ватану модар, Тоҷикистони обод ва шукрона аз истиқлолияту сулҳу ваҳдатро тараннум мекунад, дар бисёр чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок кардааст. фатҳиддин юсуфӣ барои хизматҳояш дар рушди соҳаи фарҳанг бо медали хизмати шоиста ва нишони сарисинагии аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаҳои раиси вилояти Суғд, раёсати фарҳанги вилоят, вазорати фарҳанг ва вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. аъзои иттифоқи композиторони Тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби 4 фарзанд. ساعت دیدار نزدیک است. خوش آمدید به محفل ما. باری دیگر میخواهم بیناداری خود را بیان نمایم که دعوت ما را پذیرفتید و امروز مهمان محفل ما شدید. قبلا هم چند مرتبه به برنامه ما تشریف آورده بودید، اما آن وقت ما بیشتر در موضوع فعالیت بخش فرهنگ ناحیه صحبت میکردیم، اما امروز ما خواستیم به واسطه از حیات و فعالیت خود شما گفتگو کنیم. چی گفتید؟ اولا سلام و درود خود را به همه تماشابینان برنامه ساعتی دیداری تلویزیون ولایت سوغد میرسانم. بعداً به شما تشکر میگویم که ما را به این برنامه خیلی جالب و دیدنی خود تکلیف نمودید و آغاز سخن خود را شکرانه از فضای آرام و آسوده تاجیکستان عزیز، شکرانه از صلح و وحدت ملی، شکرانه از استقلالیت پایدار تاجیکستان عزیز که امروز در فضای تاجیکستان ما صلح و آرامش تنتنه دارد، موسیقی تنتنه دارد، صنعت تنتنه دارد که این گونه برنامه ها پیشکش تماشابینان میگردند. سلامت باشید. این نوبت سببگاری باری دیگر با شما روی آوردن من چی شد؟ یعنی تأسیس دادن تلگرام کانال شما. تشکر که ما رو هم با این کانال وارد کردید، همراه کردید. میدونید من در این کانال بیشتر از 50 سرودی ترانه های شما رو گوش کردم. قبلا من فکر میکردم که شما اساساً ترانه‌خوان وطن هستید، یعنی سرودهای شما بیشتر در وصف وطن، تاجیکستان عزیز، منظرهای زیبای آن هستند فکر میکردم، اما اینجا شاهد آن شدم که ترانه‌های لیریکی خیلی زیاد دارید. عموما در ایجادیات من تمام موضوعها وامیخورند، لیکن موضوع مادر وطن این در هنوز در آغاز ایجادات من این موضوع از همه مهم و موضوعی از همه برای من جدی‌تر و از همه موضوع اساسی به حساب می رود. لیکن در حیات، در زندگی همه حالت‌ها هستند. عشق است، محبت است، مهر است و طبیعت است. اون طبیعتی که ما را احاطه میکند، اون انسان‌هایی که ما را احاطه میکنند و عموما انسان از همه احساسات برخوردار است و برای همه این احساسات را دادن البته ژانرهای گوناگون، موضوعهای گوناگون باید کاربری شود. عموما اگر که از در موضوع ایجادیات خود
سخن گویم اگر زیاده از 130 عدد سرودهای ایجاد کرده دارم که از موضوعهای گوناگون عبارت هستند و خوشبختانه باعث افتخار است که سال سپری گشته یعنی که سال 2025 با ایجادات من این یک قدرشناسی گویم اگر که خطا نمی شود باعث افتخار من است که مرا به اعضای اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان قبول نمودن که من پیش از همه با رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان استاد امیربگ موسایف که در این جاده برای من خیلی راهنمایی ها کردن تشکر میگویم. با نمایندگی اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در ولایت سوخت با نظیر خان همدم و که در این جاده ما خیلی همکاری خوب داریم و این باعث شد که عموما من یک باوری به ایجادات خود باز بیشتر پیدا کردم و سرودهای من در گذشته خیلی پراکنده پیشکش شنوندگان و بینندگان و شنوندگان میگردیدند و البته بسیار شاگردان بسیار دوستان خواهش میکردند که فلان سرود شما به ما ضرور است. بیشتر شهر و ناحیه ها در تشکیل برنامه های کنسرتی بسیار خواهش میکردند که سرود و ترانه های شما برای ما ضرور هستند و من فکر کردم این هم باشد بیشتر توسط بنیاد یوسفی که فرزند من در همین جاده موسیقی صنعت در پهلوی من است همیشه اساساً با این تشبوس بنیاد این کانال تأسیس داده شد و فکر میکنم که از این کانال برای مخلصان برای شنوندگان سرودهای من باز یک دری گشاده می شود وارد شدن به ایجادیات و از این ایجادیات من بهره بردن. تشکر زیاد. ما نیز از فرصت استفاده برده قبل از همه شما رو با قبول شدنتان با اعضایی اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان صمیمانه مبارک باد میگوییم و برایتان الهام تازه پروازهای بلند خواهان هستیم. و اینجا میخواستم دانم که شما اصلا پرورده کدام مکتب هنر هستید؟ من حبیب خان بسیار همین یک احساسات خوب رو من میخوام که در اینجا بیان نمایم. شما عادتا سوالهای خود رو پیشکی برای مهمان برنامه پیشنهاد نمیکنید و اینم خوب است که به طور طبیعی اگر که سوال جواب شود بسیار خوب است و اگر که اینجا اگر که اگر که بعد تاریخی فعالیت خود نظر کنیم فعالیت من عموما از مکتب میانه آغاز گردیده است از محفل هوسکاران مکتب میانه نه از این بیشتر. من در مکتب موسیقی هم تحصیل نداشتم زیرا که دهه‌ای که من زندگی میکردم از مرکز ناحیه خیلی دورتر بود و ما در سن مکتبی امکانیت به مکتب موسیقی رفتن نداشتیم. لیکن از خردی از همون الله هایی که از مادر به گوش من میرسیدن از همون ترانه هایی که مادر میسرودن از همون صدای موسیقی و صدای سرایندگانی که از تلویزیون و از رادیو در خانه میشنیدیم برای من خود یک مکتبی بود. آغاز هنر استعداد من این مکتب اولین از همین زینه های اولین بود. البته پس از ختم مکتب میانه اون شعله خردکی که در دل من بود نسبت صنعت موسیقی مرا به دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده شهر دوشنبه آورد که در اینجا من توانستم که با علم موسیقی شناس کردم با نازکی های صنعت موسیقی آشنا کردم و این صنعت موسیقی را علم موسیقی را از خود کرده راه خود را برای آینده معین نمودم. خب از مکتب کدام استادان هنر گذشتید؟ استادان خیلی زیاد استادانی بودند که من از آنها در دانشکده صنعت حتی در مکتب صنعتی در مکتب میانه استاد شادروان سید احمدов ارباب شاه که اولین استاد من بودن در مکتب میانه یعنی که در همون محفل هوسکاران صنعت ما رو نازکی های اولین صنعت موسیقی را آموزاندن. پس از آن استاد یعقوبov عبدالوکیل که در همین مکتب میانه نازکی های موسیقی را به ما آموزاندن که استاد خودشون دست پروری دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده بودند و راهنمایی کردند برای به دانشگاه رفتن و در دانشگاه البته استادان زیادی برای ما درس میگفتن نازکی های صنعتی موسیقی را می آموزاندن و در غایبانه من گوش میکردم
بیشتری استادان صنعت موسیقی را و از همه کوشش میکردیم که از هر یک استاد یک بهره برده باشند. بله. که ها رو نامبر کرده میتوانید؟ من اگر که از استادان صنعت موسیقی استرادی تاجیک گیریم، اگر من با شادروان کرامت الله قربان را همچون مخلص بودم و همچون استاد حساب میکردم و حتی اون زمانی که استاد در حیات بودن در کمیته رادیو راهبری انسامبل استرادی، اول انسامبل سوغدیان و بعد از اون انسامبل استرادی گلشن را راهبری داشتند. ما چند مراتبه در رادیو کمیته دو میخوردیم، حتی در بعضی مراسم و در معرکه های مردم هم ما با هم بودیم. من حتی در یک معرکت در یاد دارم که برای استاد کرامت الله قربان مهمان شده آمدن در اون معرکه و ما در خدمت بودیم و من حتی نوازندگی هم کردم برای استاد و من پیروی میکردم به مکتب کرامت الله قربان، شادروان روحشان شاد باشد. و این به سبب نیست و پس از وفات استاد و البته مرگ نابهنگامی استاد کرامت الله قربان که یک ضربه بود به صنعت موسیقی تاجیک، یک ضربه بسیار سختی بود در همون روزهای وزمین تاجیکستان مخصوص به صنعت موسیقی تاجیک. و پس از وفات، پس از مرگ کرامت الله قربان و یک آزمون تشکیل کرده شد در سال 1993 که این آزمون آرمان نام داشت و این آزمون سراینده های استرادی رو از تمام جمهوری تاجیکستان فرا گرفته بود و اولین دوری که در همین در دور اولی این آزمون من در شهر دوشنبه دانشجوی کورس پنجم بودم و اشتراک نمودم و وقتی که من سزاوار جای اول گردیدم در بین هنرمندان خوش سلیقه صنعت استرادی تاجیک، این برای من بسیار یک روح الهامی بخشید، یک باوری بخشید، یک روح الهامی تازه بخشید و هم یک باوری بخشید برای آینده استوارانه در این راه قدم گذاشتن. یک ترانه زیبای این سراینده روان شد، دو چشمان سیاه واه میکنی گلدروز، خیلی زیبا سرایده اید که من اون رو گوش کردم. و بیایید این لحظه یک ترانه دیگر میشنویم از جانب همکارانتان اینجا شهرت جان نبی حضور دارند و ترانه شکرانه را برایمان میسرایم، میشنوید. ارزد که از این دیار شکرانه کنیم، ارزد که از این دیار شکرانه کنیم، ای هموطنان هزار شکرانه کنیم، ای هموطنان هزار شکرانه کنیم، شکرانه کنیم، شکرانه کنیم، شکرانه کنیم، شکرانه کنیم. هموطنان بار می باید بود، با ننگ و نکوشی آر می باید بود، تا این که وطن چو گل شکوفان باشد، با صدق و وفا بکار می باید بود، تا این که وطن چو گل شکوفان باشد، با صدق و وفا بکار می باید بود. شکرانه کنیم، شکرانه کنیم، شکرانه کنیم، شکرانه کنیم. زیبا وطنی بهشت دنیا داریم، باغ و چمن
شادم از آن که یک فردا دارم زیبا وطنی بهشت دنیا دارم زیبا وطنی بهشت دنیا دارم ارزد که از این دیار شکرانه کنیم ارزد که از این دیار شکرانه کنیم ای هموطنان هزار شکرانه کنیم ای هموطنان هزار شکرانه کنیم 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 ساعت دیدار نزدیک است. برنامه رو ادامه میدهیم و این لحظه میخواستم در بابت ایجاد شدن انا همین سرود صحبت کرده باشیم. چگونه تولید یافتین ترانه؟ بسیار سوال خوب دادید حبیب خان. اگر اهمیت داده باشید عموما در ایجادیات من همین سرودها با نام شکرانه زیاد هستند. من احساس کردم. بله. اصلا وقتی که خرد بودیم رحمتی مادرم یک بیت دویم تاکید میکردن همین بیت رو دویم تاکید میکرد که هیچ از خاطرم نمیرود. این خیلی سالهای شاید 70 باشد دوران 70 80 دوران کودکی نورسی ما میگفتن که شکرگویی نعمتت افزون شود ورنگویی از کفت بیرون شود. دایم همین پند رو من از مادر میشنیدم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان دایم تاکید مینمایند که شکر تاجیکستان عزیز کنید، شکر طبیعت و شکر این زمینی بهشت آسا کنیم و شکر آن حیاتی که ما امروز داریم اینا باید ما شکر کنیم. وقتی که انسان روزهای مشکل را می‌بیند، روزهای وزمین را می‌بیند، ما سالهایی که در دوشنبه می‌خوندیم، سالهای 92 93 91 از تمام حادثه های نقشه که در جمهوری ما رخ داده بود ما با چشم خود دیدیم. ما مشکلی مردم را دیدیم، روزی سخت مردم تاجیکستان را دیدیم و هنگامی که ما به این روزی خوشبختی و به این روزی آرام و آسوده و به این حیات آسایشته رسیدیم، من فکر میکنم که اگر که شب و روز ما شکرانه این دولت و این سرزمین و این ملک بهشت‌آسا را باید که شکرانه کنیم و موضوع شکرانه و این شاید که شکرانه که امروز شورا جان خوندن دوام اون سرود شکرانه که زرینه خونده بود سال 2015 در حضور پیشوای معظم ملت و این سرود شکرانه که زرینه خوند و دل بسیاری ها را تسخیر کرد و بیشتری هنرمندان خواهش میکردن از من که با مانند همین سرود شکرانه باز یگان سرود دیگر برای ما هم ایجاد کرده. در این بابت من سوال الهی داشتم، شما پیشنهاد کنید و اینم شاید الهام از همون سرود شکرانه اوله باشد. باز یک سرود شکرانه دیگر هم هست که استاد تلقون تاجیبایف در چهارمینه ها می سرایند که این هم سلسله همون سرودهای شکرانه است و سرودی که شورا جان امروز پیشکش تماشابینان ما گردانیدن متنش از شادروان سفر محمد ایوبی است و خیلی با حیات امروزه ما خیلی موافق و توام است و ما را وادار میکند که شکر این لحظه و این فضای آرام و آسوده تاجیکستان کرده باشیم. تشکر زیاد. من استاد فتح‌الدین یوسفی را و این امروز تکلیف کردم ما خیلی خرسند شده ما هم اشتراک کردیم هم و سلامت باشید. ایرایم صحت سلامت باشن. همین خیلی خودشون سرکار با همین خیلی ایجادی بله ایجاد وای نمیکنن نمیمونن. من خرسند میشم این از سرودی من با اگر وای بیاد من یک 10 سال گذشت ما همراه کاخرودکی و کار میکردیم های وقتا همونجا من سرود شانه گوش کرده پشتی صحنه و سلام علیک کردیم استاد گفتم من بیام یک دوسته سرود که همین خیلی کرده تی همین خیلی معقول من با سرود تا گفتیم همین تقدیر بود است همین سال با هم 25 سال با
این سرود ایجاد شد. ایجاد شد، من نصیب کرد. همین سرود خواندیم، الان امروز با خواندیم. خیلی که اینجا قید کردید در بابت ترانه شکرانه زرینه بانو میخواستم صحبت کنیم. اگر خطا نکنم این سرود بار اول در روز افتتاح قصر فرهنگ ناحیه سراییده شده بود و تا امروز این سرود شهرت خود را گم نکرده است. همه زمزمه میکنند، یک سرودی محبوب دلها شده مانده است. این سرود مخصوص برای افتتاح قصر فرهنگ گلستان ناحیه که با تشریف فیض بخش پیشوای معظم ملت این قصر فرهنگ ما افتتاح گردیده بود و در روز افتتاح این قصر، در روز جشن نوروز، یک برنامه فرهنگی پیشکشی تماشابینان و پیشکشی مهمانان عالی قدر گردیده بود و این سرود مخصوص برای همین افتتاح قصر فرهنگ ایجاد شده بود و هر یک سرودی که ایجاد می شود یک مرتبه من می سرایم، سرود رو می سرایم، نه به طور مکمل و به پرگی، لیکن یک مرتبه سرود رو سروده بعد پیشکشی خواننده می گردانم که از روی اون نازکه هایی که باید سراینده اجرا کند برای سراینده نوبتی، یعنی اون طوری که خود شما می خواهید. بله، همین طور من یک مرتبه خوانده می دهم و البته هنرمندی که باید این سرود را خواند با تمام نازکیاش خوانده میتواند. لیکن من در اینجا یک نقطه را قید کردنی هستم که اون طوری که من خواندم لیکن زرینه بانو کوشش کردن که از من هم بهتر خواندن. من فقط گویا که لایحه خوانده میتیم که باید سرود من خیلی صدا دهد، من خیلی تابش ها باید داشته باشد، چون این پستی و بلندی های من این سرود باید این طور باشد. لیکن زرینه بانو اون چیزی که من در نظر داشتم از وی هم خوبتر این سرود را سرودن که همه کسی که شنیده است تا امروز هم بهای بلند میدهند و این یک بردی و موفقیت همکاری ما بود. یعنی با نزاکت و نفاست صدای زیبای زنانه خودشان خوانده. با صدای زیبا، با صدای فارم. پس این لحظه میخواهیم سرود شکرانه را شنویم. مرحمت. شکرانه میکنم من بر خانه و دریخش، شکرانه میکنم من بر حکم سروریخش، شکرانه میکنم من بر خانه و دریخش، شکرانه میکنم من بر حکم سروریخش. شاه کشور خود سایه خدا هست، گویند شاه کشور خود سایه خدا هست، شکرانه میکنم من بر سایه سریخش، شکرانه میکنم من بر سایه سریخش. نازم با سوخت و خطلان بالیده با بدخشان، شکرانه میکنم من با خاک پر زریخش، بخش و حصار و رشت
فیض پر شکوهان بخش و خیزار و رشتام با فیض پر شکوهان شکرانه میکنم من با ملک و کشوری خویش شکرانه میکنم من با ملک و کشوری خویش چی مشکل آید به دوست زندگانی یاران چی مشکل آید به دوست زندگانی شکرانه میکنم من با دوست در بری خویش شکرانه میکنم من با دوست در بری خویش شکرانه میکنم بر خانه و دری خویش بر حکم سروری خویش با دوست در بری خویش ساعت دیدار نزدیک است. بینندگان عزیز شما برنامه ساعت دیدار را تماشا میکنید و ما صحبتمان را با مهمانان برنامه ادامه میدهیم. خب باز میایم سر موضوع بخش فرهنگ که یک پهلوی اساسی فعالیت شما رو فراگیر است. در زمان فعالیت شما این ساحه در ناحیه فکر میکنم خیلی رشد یافت. انسامبل ها، نوازنده های زیاد، بعد یک انسامبل خیلی خوبی فولکلوری تاسیس یافت و امروز همه فعالیت نظرست دارند و در برنامه ما امروز همکارانتان تویخان نظرف، اخلاص بک، اوزاقف حضور دارن. بدتر با آنها نیز هم صحبت می شویم و این لحظه می خواستم در همین خصوص صحبت کرده باشیم. عموما من فکر میکنم که سبب پیشرفت ساحه فرهنگ در ناحیه این پیش از همه سیاست خیرتمندانه و فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان و علاخصوص سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت است که در تمام گوشه و کنار تاجیکستان توجه دارند به رشد ساحه فرهنگ. در بیشتر شهر و ناحیه های جمهوری چندین قصرهای نو، خانه های فرهنگ، کتابخانه های نو، آثارخانه ها، عموما مؤسسه های فرهنگی ساخته به استفاده داده شدند و برای پیشرفت فعالیت این مؤسسه ها شرایط خیلی خوب و مساعد فراهم آورده شد و از جمله در ناحیه ما نیز چطوری که در بالا گفته گذاشتیم در سال 2015 وقتی که قصر فرهنگ به استفاده داده شد این یک زمینه خوبی بود برای پیشبردی برای پیشرفت فعالیت ساحه فرهنگ در ناحیه و البته پیشرفت هم به شرایط وابستگی دارد. بله. با فراهم آوردن شرایط البته با پیدا شدن قصر فرهنگ در ناحیه اون دوره که من فعالیت می بردم انسامبل شش مقام وسعت داده شد، انسامبل رقصی تمنا تاسیس داده شد، انسامبل فولکلوری پیوند تاسیس داده شد، انسامبل استرادی ثبات تاسیس داده شد. چندین مؤسسه های نو برقرار کرده شده و فعالیت باز از دیگر مؤسسه های نو مرکز فرهنگی فراغتی تاسیس داده شد، آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه تاسیس داده شد، خانه آثارخانه باباخان همدم تاسیس داده شد. در مثال این خیلی تغییرات های کلی در فرهنگ ناحیه به وجود آمدن. این هم باشد پیش از همه سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگیری وزارت فرهنگ، ریاست فرهنگ و ریاست فرهنگ ولایت و البته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسول فسکی ما توانستیم که فرهنگ ناحیه را به پیش بریم و یکی از عامل‌های دیگری پیشرفت ما این هنرمندانی که در ناحیه ما زندگی میکنند. امروز در ناحیه ما خیلی هنرمندانی
زیاد معروف از شروع از استاد جورابک نبیف که ما دایم از استاد مصلحت میگیریم، دستور میگیریم، شادروان کریم قاسموف تا لحظه آخری حیاتشون در انسمبل شش مقام سرایانی بخش فرهنگ ناحیه فعالیت میبردند. استاد شادروان اورونبک همدموف نیز تاثیر خود را در پیشرفت فرهنگ ناحیه گذاشتند. شادروان داداجان قطب‌الدینوف استاد در این بخش فرهنگ ما سالهای پیش فعالیت می‌بردند و شاگردان این شخصان معروف امروز باز مکتب این استادان، استاد عبدالرؤوف عالموف نیز از ناحیه ما و من فکر میکنم که در ناحیه ما یک مکتب خیلی پرقوت فعالیت میبرد و امروز شاگردان این مکتب در پهلوی ما، در پهلوی بخش فرهنگ جمع آمدند و ما در یک جایگی آبروی فرهنگ ناحیه را در سطح ناحیه، سطح ولایت جمهوری کوشش میکنیم بلند برداریم و یکی از مثال های این که سالی سپری گشته فرهنگیان ناحیه ما در آزمون فستیوال آزمون تلویزیونی جمهوریوی اندلیب 2025 خیلی خوب هنرنمایی نموده، در مقیاس جمهوری سزاوار جای سوم گردیدند. آفرین، سلامت باشید. خیلی که گفتم اینجا همکاران شما حضور دارم، میخواستم اندیشه های شما در بابت رهبری فتح‌الدین یوسفی شنیده باشیم. خیلی که استاد فتح‌الدین یوسفی سخن رود، ما استاد همچون استاد نه فقط همچون راهبر، خیلی باز ما شاگردان همیشه خرسند هستیم که ما بسیار چیز آموختیم از استاد، هم کار هم ایجاد، بسیار منت داریم از استاد. الهی عمرشان دراز شود. خیلی که ما شاگردان از استاد یاد گرفته مایم فعالیت میبریم، البته ایجاد میکنیم. شعر میگد استاد نباشد تو چی دانی قلمش چیست، استاد نباشد تو چی دانی سخنش چیست، بر قید حیات آمدن و زیستنش چیست. ما شاگردان از این استاد عزیز بسیار هم خرسند هستیم که چنین استاد داریم که در ساحه صنعت ما را دستگیری میکنند، ما را به همه گونه چاره‌بینی ها پیشکش میکنند. در چاره‌بینی های دولتی تمامی آن را میکنیم که هیچ وقت در زندگی در دوغم را بینند، عمری دراز بینند. برای ما سرودهای نو و نو، آهنگهای نو و نو بسیار ایجاد کنند. ما با استاد همکاری زیاد کنیم. تشکر زیاد. خب از ایجادشون ترانه ها هم سروده ایده؟ بله، من از آهنگای استاد بسیار با استاد بسیار برای من آهنگ‌ها ایجاد میکنند. از آهنگای استاد سرودها بسیار سراییدم. و کدام سرود را برای من ارمغان آورده اید امروز؟ سرودی یک سرود در سال 2024 در کنسرت خود آهنگ استاد ایجاد کرده بودیم. استاد سرودی آمدم رو خوانده ایم. سرودی پدر، آهنگای استاد بسیار کردن برای من. و این لحظه شما رو میشنویم. صبح صادق آمدم یا نیمه شب آمدم، صبح صادق آمدم یا نیمه شب آمدم، هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم، هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم. آمدم من آمدم، من آمدم من آمدم، آمدم من آمدم، من آمدم من آمدم، هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم، هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم. دیده بگشادم تو را، دیدم چو پوشیدم تو را، دیده بگشادم تو را، دیدم چو پوشیدم تو را، خواب و بیداری چنین جویای مطلب آمدم، خواب و بیداری چنین جویای مطلب آمدم.
آمدم من آمدم من آمدم من آمدم آمدم من آمدم من آمدم من آمدم خواب و بیدارین چونین جویای مطلب آمدم خواب و بیدارین چونین جویای مطلب آمدم یک خلم افسانه ای مژگانت افسونم نمود یک خلم افسانه ای مژگانت افسونم نمود رفت سامانم زی کف افسانم رب آمدم رفت سامانم زی کف افسانم رب آمدم آمدم من آمدم من آمدم من آمدم آمدم من آمدم من آمدم من آمدم خواب و بیدارین چونین جویای مطلب آمدم خواب و بیدارین چونین جویای مطلب آمدم آمدم من آمدم من آمدم من آمدم آمدم من آمدم من آمدم من آمدم هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم هم زبانی جان و دل نامی تو بر لب آمدم نامی تو بر لب آمدم آمدم من آمدم نامی تو بر لب آمدم نامی تو بر لب آمدم ساعت دیدار نزدیک است. در گذشته ما خوب می‌دانیم که دخترتان میژگانه بانو هم می‌سراییدند. بله. اما امروز در صحنه نمی‌بینیم. چرا؟ میجگانه فرزند خردی در اویله ما هست و اگر که در یاد داشته باشید در سال 2013 در قصر بله. ارباب به طور زنده بله. سرودی بخندد لاله لاله در از صحرا. صحرا رو با بله. مطربان در نزد مهمانان عالی قدر خیلی در یک سطح بلند اجرا کرده بود با صدای خیلی جذبانه. بله. و پس از این اجرایش من البته یک باوری حاصل کردم که در حقیقت در میجگانه بسیار یک صنعت استعدادی بزرگ نهفته است بله. و این استعداد را ما در چاره‌بینی های سطح ناحیه خیلی زیاد استفاده می بردیم در چاره‌بینی های سطح اویلوی هم بسیار استفاده می بردیم و بیشتر در محفل های اویلوی ما میجگانه همیشه سرودخوانی می کند و در چندین چاره‌بینی های دیگر هم حتی در چاره‌بینی که ما یادآور شدیم کشاده شوی افتتاح قصر فرهنگ گلستان با سرود گلهای بهار تاجیکستان در نزد پیشوای معظم ملت برآمد کرده بود و این سرود هم تا امروز هم در دل همسالان خودش جای گرفته است و امروز میجگانه دانشجوی کرسی سیمی دانشگاه طبی تاجیکستان است و پیشه کرده است که طبیب شود برای مردم خدمت کند و البته اون استعداد اون صنعتی که در وجود او در باطن او نهفته است اون هیچگاه از او دور نمی شود و در همه حالت او می تواند که صنعت سرایندگی خود را برای ما و برای مخلصان پیشکش نماید. و بنیاد جان نینواز خیلی ماهر هستند و امروز در انسامبل استرادی سبا فعالیت میکنند. من فخر میکنم که فرزندی چنین انسان هستم. آفرین. و همچون استاد مرا راهنمایی کردن که من با فاکولته صنعت داخل شدم در اسباب نی خوندم و این کس به من مصلحت دادن که تو با یک اسباب موسیقی قناعتمند نشو و دیگر اسباب‌های دیگر هم مایل کن. من بعد با مصلحت پدر استاد بعد در اسباب سینتزاتور میگن در اسباب سینتزاتور یک اسباب نو خریده دادم برای من برای در همون مشغول شدم و کم کم نواختن رو سر کردم با شرافتی مصلحت های پدرم من هم اسباب های نفسی می نوازم هم اسباب های سینتزاتور یعنی که فورتپیانو می نوازم و
бисёр ба мо панд медоданд ки дар хурдӣ ки ҳамеша ба роҳи рост равед, ягон касро фиреб накунед. дар ҳамин тамоми соҳаву дар кадом соҳае бошед фарқ надорад. бояд ҳамеша одам роҳи ростро интихоб кунад. офарин. ва бо ҳамин ҳидояти падаратон имрӯз фаъолият мекунед, зиндагӣ мекунед. албатта. саломат бошед. муваффақият хоҳонем бароятон. ташаккури зиёд. ساعتی دیدار نزدیک است ду бахши дигарамон боқӣ монд ва мехоҳам ин лаҳза бахши аввалро пешниҳоди шумо кунам ки чанд савол бароятон пешкаш мекунам. шумо бояд посухи кӯтоҳ гуфта бошед. ҳар кас зиндагиро ба фаҳмиши худ маънӣ дод мекунад. ба андешаи шумо ин мафҳум чӣ маънӣ дорад? зиндагӣ имтиҳон аст. офарин. шогирдони зиёдро тарбия кардаед. тарбияи фарзанд осон аст ва ё шогирд? осон нест. ҳам шогирдро тарбия кардан, ҳам фарзандро. пойдории оиларо дар чӣ мебинед? дар муҳаббат, дар боварӣ. офарин. кадом корҳои хонаро худи шумо анҷом медиҳед? он коре ки аз дастам биёяд. ҳунарманд кадом хусусиятҳоро бояд доро бошад ки маҳбуби дилҳо гардад? пеш аз ҳама хоксорӣ. офарин. худи шумо бениҳоят хоксору ором табиатед. оё дар рафти кор ба ҳамкоронатон садо баланд кардаед? на ҳамеша. пас чӣ гуна муаммоҳои пешомадаро ҳал мекунед? бо ақл. офарин. агар нисбати шумо беэҳтиромӣ зоҳир карданд, чӣ гуна рафтор мекунед? ҳаволаашро ба худо мекунам. аз тӯҳмат метарсед? бале. кадом таронаатон бештар бароятон писанд аст? ман агар ки таронаҳоям ба ман писанд набошад намесароям. шуғли дӯст доштаатон чист? эҷод. шиёри зиндагиатон чӣ? ростӣ. офарин. саломат бошед. меҳмони дигари барномаи имрӯзаи мо Сироҷиддин Самариддинзода дар анҷоми барнома як таронаи шумо бо номи роҳбари дилошноро хоҳанд сароид ва ин лаҳза мехостам дар бораи ҳамкориатон барои мон чанд ҳарф гуфта бошед. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. мехостам дар бораи пайдоиши ҳамин суруд каме нақл кунам. чӣ хеле ки дар боло шӯҳратҷаноко нақл кардан, ман низ бо устод акои азизам Фатҳиддин Юсуфӣ дар чорабиниҳои шаҳриву ноҳиявиву вилоятиву ҷумҳуривӣ ҳамроҳ иштирок мекунем. чӣ хеле ки медонед, ҳамаи композиторон як равияи худро доранд. ва албатта устод низ равияи худро доранд ки ба ман хело писанд аст. ва рӯзе аз рӯзҳо ман низ ба устод илтимос кардам ки устоди азиз, чӣ мешуд ки барои ман низ ягон оҳанге пайдо мекардиду ман низ дар равияи шумо, дар ҳамин равия ман низ суруд сароям. устод ин илтимоси маро хело ҳам хуб қабул кардан ва он кас гуфтанд ки ягон матни ба худатон махул ёбед, ман албатта оҳанг баста медиҳам. баъд рӯзе аз рӯзҳо мудири бахши фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, муаллими азизамо Бимоҳрӯй Қосимӣ, як газетаро ба ман пешниҳод намуданд ки дар он газета ҳамин матни суруди, яъне суруди роҳбари дилошно буд. муаллифи ин матн Ҳусайн Мусозодаи суғдӣ мебошанд ва ҳамин матнро ман ба устод пешниҳод намудам. дери нагузашта устод лоиҳаи ҳамин сурудро ба ман пешниҳод намуданд. баъд гуфтан албатта ҷоиз аст ки танзими ҳамин оҳангро шодравон устоди ҳамаи сурудхонаи эстрадаи вилояти Суғд гӯем, агар хато намекунем, Илҳомҷон Урмонов танзими ҳамин оҳангро ба мо пешниҳод кардан ва фикр мекунам устод ҳам розӣ шуданд бо ҳамроҳи мо ки хело ҳам оҳангаш хуб баромад. саломат бошед. ташаккури зиёд. ва бахши охирини мо ин шарҳи расмҳо аст
برایتان از حیات و فعالیتتان رسما پیشنهاد میکنیم و شما باید کوتاه آن را شرح دهید. مرحمت. رسم اول. خب این رسم از برنامه‌های کنسرتی انسامبل فولکلوریت نگلفی فلکی ولایتی سوخت که شما در آنجا فعالیت می داشتید. بردم. تشکر. رسم دیگر. این رسم از برنامه کنسرتی ایجادی من که در سال 2013 کاخ رودکی برگزار شده بود. شناختم. خب رسم نوبتی. این رسم از مراسم برنامه فرهنگی که در استقبال پیشوای معظم ملت در ناحیه کوهستانی مسجد ما پیشکش نموده بودیم. تشکر. رسم دیگر. اینجا افتتاح کتابخانه نو در دهه قرغنچه ناحیه با همراهی رئیس ناحیه. رسم دیگر. اینجا با استادان صنعت در مابین استاد سیدقل بلالوف که من بسیار توجه به ایجادیات استاد دارم و اعضایان اتفاق کمپوزیتوران جمهوری. عکسی که نو برداشته شده است. بله عکس از سال سپری گشته. خب رسم دیگر. این رسم هم از جریان همایش کمپوزیتوران جمهوری با استاد بهادر نعمتوف. خب این رسم هنگام سفری ما به شهر دوشنبه که در نزد نقب شهر انزاب در درآمد نقب انزاب بود. برداشته شده است. خب رسم دیگر. این رسم نیز از جریان استقبال پیشوای معظم ملت در ناحیه کوهستان مسجد. خب رسم دیگر. این رسم از نمایش هنرهای مردمی، هنرهای دستی در فستیوال آزمون جمهوریوی اندلب 2025 در شهر دوشنبه. خب رسم نوبتی. این رسم در مراسم کشاده شوی سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان با هنرمندان جمهوری همسایه قرقیزستان. این رسم با بنیاد با فرزند من هنگام سفر به شهر دوشنبه برداشته شده است. باری دیگر از نام تمام اشتراکچیان به شما و به اهل ایجاد برنامه ساعت دیدار و به کل کارمندان تلویزیون ولایت سوخت اظهار تشکر و منتداری می نمایم که در ترغیب هنرمندان، در معرفی هنرمندان، در معرفی صنعت و فرهنگ ملی سهمی ارزنده دارید و از برنامه های شما تمام ساکنان جمهوری یک بهره‌مند می شوند و آرزو میکنیم که تاجیکستان ما همیشه آرام و آسوده باشد، مردم ما همیشه خوشحال باشد، هیچگاه صدای تیر و تفنگ نباشد، فقط صدای موسیقی طنین انداز باشد، توی و سوری مردم باشد، خرسندی باشد، شادی باشد و تاجیکستان ما پیشرفت باشد و شکوفا باشد و همیشه ورد زبانی تمام مردم دنیا باشد، زیرا که مردم تاجیک مردم فرهنگ آفر و تمدن آفر هستند و ما با فرهنگ و تمدن خود توانیم که تاجیکستان را همچون یک کشور آباد و زیبا و شکوفان در دنیا معرفی نماییم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، این فرصتی که ما و شما در اختیار داشتیم با صحبت گرم و صمیمی و ترانه‌های دلانگیز هنرمند شناخته آهنگساز عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان مدیر بخش فرهنگ ناحیه جبار رسولوف فتح‌الدین یوسفی و همراهانشان بگذشت. تمنا میکنیم که همیشه الهامتان در جوش باشد، برای ما و مخلصانتان همیشه آفرید و دوستدار هموطنان باشید. بینندگان عزیز، در همه جا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های نوبتی سربلند و پیروز باشید. خیر. سرجمی ما پیشوای ملت است، نوری چشمی پیرو برنا پیشوای ملت است، پیشوای ملت است. ملتی تاجیک گوید بحری ما اندر جهان،
سایه ازی تعالی پیشوای ملت است پیشوای ملت پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما راهنمای خلق ما حالی سامان را به امدادی خیرت احیا نمود اعتباری ما در اقصای جهان بالا نمود در جهان بالا نمود گفت اسماعیل سامانی بود داهی ما شوق و ذوق خویشتندانی به ما اهدا نمود به ما اهدا نمود پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما راهنمای خلق ما سروری ما شخص ستونی کاخ دولت بود و هست پیشوای جان فدایی خلق و ملت بود و هست خلق و ملت بود و هست تاجیکستان مادر روید شهر پسر امام علی است فاضل و فرزانه شاهی با عدالت بود و هست با عدالت بود و هست پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما پیشوای ملتی ما جان فدای خلق ما جانی بی فردای نیکو راهنمای خلق ما پیشوای خلق ما راهنمای خلق ما جان فدای خلق ما جان فدای خلق ما جان فدای خلق ما